به نام خدا. ما که اول اومدیم برای زیارت به هر حال امام حسین و اینکه رفاقت و دوستی که از قبل داشتیم محکم‌ترش کنیم با مردم عراق، با کشور عراق، و خیلی خوشحالیم که الان در کربلا هستیم. میزبان بسیار خوبی بودن. در رابطه با فوتبال هم اونچنان حرفی برای گفتن نداشتم، چون رفاقتمون بیشتر شد. در نهایت تیم کربلا قهرمان شد، ما دوم شدیم و بقیه تیم هم که حضور داشتن سوم و چهارم شدن. خیلی خوشحالم که یک تورنمنت بسیار خوب و منظمی برگزار شد و انشالله که ادامه دار باشه. الشوط الثاني الهاف تايم الثاني كان هناك تكتل في الدفاع الفريق تيم رفت الدفاع. شنو اللي صار بحيث جاء الهدف الأول لرواد كربلاء في سيطرة تقريبا لرواد كربلاء في الدقائق الأخيرة؟ به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما و همه عزیزان. بیشتر همونطور که مربی محترم گفتن، بحث رفاقت، بحث تداوم فرهنگی، تقابل ارتباطات و رفاقت ها بود. حالا بحث فنی هم بالاخره جامی مطرح بود و اینا، ولی خب نیمه دوم که نیمه مربیان بود، با توصیه‌ای که مربی خوبمون داشتن، تیم هجومی تر شد، سیستم بازی تغییر پیدا کرد و یه پنالتی هم گرفتیم که شرایط بازی اینطوری شد. با توجه به بارندگی و اینا، نیمه دوم کامل نیمه در اختیار ما بود، ولی خب دیگه پنالتی شد و شرایط فوتبال اینطوری پیش اومد. تبریک میگیم به تیم کربلا، ما هم نایب قهرمان شدیم. انشالله این تداوم تقابل ارتباطات و هماهنگی‌ها بیشتر باشه و در سالهای بعد این مراسم خوب رو بیشتر ببینیم. نصيحتك الى الفرق الايرانيه بالمشاركه في هذه البطولات؟ حتما ان شاء الله. شما نصيحتك لمشاركه اكبر؟ بله، يعني 4 أو 6 فرق تكون مثلا من ايران، مثلا جهار فريق من العراق، مثلا جهار فريق، سيف فريق، تكون البطوله اكبر. اصل بحث این بحث همبستگی بود، بحث رفاقت بود. همینطور که مربیمون فرمودن، بحث رفاقت بود. فوتبال هم در کنارش اول بحث زیارت بود، بحث رفاقت، و فوتبال هم باعث و بانی این شد. بفرمایید. امیدوارم که سالهای آینده این جام با کیفیت‌تر برگزار بشه، کشورهای دوست همسایه لبنان و دیگر کشورها حضور پیدا کنن که این کیفیت این جام بسیار بزرگ که شهادت دو تا از بهترین عزیزامون بودن، يعني فرق من سوريا، من لبنان، من الأردن، من السعودية، يعني أي يعني تكون البطولة أكبر من هذه البطولة، يعني لا تقتصر على 4 فرق. واقعیت همینه که باید این جام پیشرفت داشته باشه، بزرگتر بشه و انشالله که استقبال بیشتری کنن. قطعا دولت ایران و مسئولین ورزش عراق همکاری لازم انجام میدن که این جام خیلی به مراتب بهتر بشه. ان شاء الله. مبروك مرة ثانية للفوز والمشاركة في هذه البطولة. ان شاء الله الموسم القادم او البطولة القادمة اذا كانت هنا في العراق، فان شاء الله ايضا مشاركتكم في البطولة. مبروك. سپاس از شما که زحمت کشیدین، پوشش خبری دادین. خیلی از شما ممنون و ان شاء الله که تداوم. بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از بانیان این کار ماندگار در شهر کربلا، دیار آقا ابا عبدالله الحسین، به یاد شهیدان ابو مهدی مهندس و حاج قاسم سلیمانی. مسابقات خیلی با کیفیت بود، خیلی فوق‌العاده عالی بود و جا داره که از کسایی که بانی این کار شدن که کشور برادر عراق و برادر ایران در بازی فینال مقابل هم قرار گرفتن. اون بازی جوان مردانه و پهلوانه دو تیم و که به قهرمانی تیم رواد کربلا به پایان رسید، اما این حکایت همچنان باقی است و ارتباط ما ملت ایران با ملت عراق همیشگی است. این اتحاد یکدلی بود. این مسابقاتی بود که یه تمرین بود ولی یه دیدار بزرگ و بین المللی بود به یاد دو شهید عزیزمون در قدس و کربلا. انشاءالله که خداوند از ما راضی باشه و من باز هم تشکر میکنم از منتخب کربلا، رواد کربلا،
بابت برگزاری این مسابقات خیلی